میدونستین بهترین روش بلاک توی آیفون چیه؟ یه جوری بلاک کنین که هم خودتون متوجه بشین کی بهتون زنگ زده، هم برای طرف مقابلتون بوق اشغال بکنه. خب حالا بریم داخل ستینگ، گزینه فوکس رو انتخاب میکنین، این بالا به اضافه رو میزنین، کاستومایز رو انتخاب میکنین، اینجا یه اسم میذارین، مثلا ما براش بلاک رو انتخاب کردیم. اگر استیکر چیزی هم هست انتخاب میکنین، نکست رو میزنین، کاستومایز فوکس و چوز پیپل رو انتخاب میکنین. خب تو این قسمت سایلنس نوتیفیکیشن رو انتخاب میکنین، اد پیپل و اون شخصی که میخواین بلاک کنین رو انتخاب میکنین. این تیک این گزینه هم یه بار روشن میکنین، آلو کال فرامز رو، و مجدد خاموشش میکنین و برمیگردین و از این قسمت بالای کنترل سنترتون توی قسمت فوکس بلاک رو انتخاب میکنین و دیگه از این به بعد هر وقت که اون شخص بهتون زنگ بزنه نوتیفیکیشن تماسش برای شما میاد و برای اون شخص هم بوق اشغالی میخوره. خب این پست هم برای اون دوستت که فکر میکنی بهش نیاز داره بفرست. پیج ما رو هم حتما فالو کنین، کلی آموزشای خوب آیفونی توش داریم.